Unit 26 درس 26. واژه اول advice توصیه یا نصیحت. I don't know how to study for my exams. Can you give me some advice? میتونی به من یه نصیحتی بکنی؟ نمیدونم چطوری برای امتحاناتم استادی کنم، مطالعه کنم. میتونی به من یه نصیحتی بکنی؟ توصیه ای بکنی؟ Can you give me some advice? واژه بعدی واژه along هستش. حرف اضافه در امتداد. مثلا این جاده است، یه آدمی داره در امتداد جاده along یه جاده داره راه میره. حالا اینجا میگه که 10 دقیقه در طول این تونل راه برو و سمت چپ یک در خواهی دید. Walk along this tunnel for 10 minutes and you will see a door on the left. میگه که سمت چپ on the left you will see a door. یه چی میبینی؟ یه در میبینی. این تونلی که اینجا هستش میگه در امتدادش راه برو، سمت چپش این ورش یه در میبینی. بریم سراغ کلمه بعدی. attention یعنی توجه. attention یعنی توجه. میگه که his work کارش got the attention of 2 of his co-workers. کارش توجه 2 تا از همکارانش رو جلب کرد. کارش توجه 2 تا از همکارانش رو یعنی اتنشنشون رو جلب کرد. attention یعنی توجه. بریم سراغ واژه بعدی. attract یعنی جذب کردن. the magnet اون مگنته، اون آهنرباه attracted the metal فلز رو جذب کرد. متال رو attract کرد، جذب کرد. واژه بعدی climb یعنی بالا رفتن. climb بالا رفتن. The girls دختران climbed to the top of the mountain به بالای mountain یا کوه رفتن. climb بالا رفتن. واژه بعدی drop پایین افتادن یا پایین انداختن. A small amount of water dropped from the bottle. یه مقدار کمی از آب از بطری، از باتل ریخت، افتاد. اوکی؟ پس چی شد؟ drop پایین انداختن، پایین افتادن. final یعنی نهایی. در بخش آخر فیلم in the final part of the film مرد و زن ازدواج کردن. The man and the woman got married. Get married میشه ازدواج کردن، گذشتهش میشه got married. final یعنی نهایی. final Final. واژه بعدی further یعنی دورتر، دیرتر. اوکی؟ دورتر، دیرتر. مثالش میگه که پله برقی از آنچه که فکر میکردم دورتر است. پله برقی از اون چی که فکر میکردم دورتر است. The escalator is further along than I thought. پله برقی از اون چی که فکر میکردم دورتر است. imply منظوری را رساندن بدون اینکه بگیمش. To imply something
is to suggest it without saying it. یعنی یه چیز رو منظور رو برسونیم بدون اینکه حرفش رو بزنیم. The man implied that he wanted the job, but he didn't say so. اون مرد به طور ضمنی گفت که این شغل رو میخواد ولی حرفش رو نزد. اینم واژه چی؟ imply. واژه بعدی maintain. maintain حواسون باشه maintain نگیمش. maintain یعنی نگهداری کردن، حفاظت کردن. maintain. توپ‌ها سرعت ثابتشان را حفظ می‌کنند. The balls maintain constant movement. constant یعنی چی؟ ثابت. movement یعنی چی؟ یعنی حرکت. منظور این جمله اینه که این توپایی که دارن حرکت میکنن، موومنت میکنن، با یه مقدار ثابت این کار انجام میدن، سرعتشون ثابته. پس maintain یعنی نگهداری و حفظ کردن. واژه بعدی neither یه تلفظشه که تلفظ US، تلفظ UK یا بریتیش neither هستش. neither. اوکی؟ یعنی نه این نه اون. نه این نه اون. either یا either یعنی هم این و هم اون. neither نه این نه اون. فرق این دوتا توی معنیشون هستش، به حواسمون جمع باشه. Neither the path on the left nor the path on the right will lead us home. اینجا پس به معنای گذرگاه هستش. میگه که نه گذرگاه سمت چپ نه گذرگاه سمت راست ما را به خونه نمیرسونه. اوکی؟ واژه بعدی otherwise هستش، در غیر این صورت. otherwise در غیر این صورت. خوبه که مثالش میگه خوبه که منظورش از لحاظ بدنیه. خوبه که اکتیو و فعال بمونی. در غیر این صورت چاق میشی. It is good to stay active. خوبه که اکتیو بمونی. Stay active. Otherwise در غیر این صورت you will gain weight. gain weight یعنی چاق شدن. وزنت میره بالا، چاق میشی. otherwise در غیر این صورت. واژه بعدی physical هستش. physical نه physical. physical یعنی چی؟ یعنی جسمی و فیزیکی. دوچرخه سواری برای سلامت بدنیتان خوبه. biking دوچرخه سواری is good for your physical health. برای سلامتی فیزیکی، برای سلامتی جسمیتون خوب است. واژه بعدی prove یعنی ثابت کردن و نشان دادن. My teacher proved ثابت کرد the answer on the board روی بورد، روی تخته. prove کرد ثابت کرد جواب رو، answer رو یا answer. react یعنی واکنش نشان دادن. react یعنی واکنش نشان دادن. James reacted badly to the news. جیمز به یه حالت بدی به اخبار واکنش داد. react یعنی واکنش دادن. ride یعنی راندن، سوار چیزی شدن. اوکی؟ ride یعنی راندن، سوار چیزی شدن. مثالش میگه من سوار یه رولر کوستر شدم. از این چیزا هستن که توی شهر بازی هستن، ترن هوایی توی شهر بازی. سوار اینا شدم برای اولین بار امروز. I will ride میشم، آینده داره استفاده میکنه. I will ride a roller coaster for the first time today. امروز برای اولین بار سوار ترن هوایی خواهم شد. I will ride a roller coaster for the first time today. واژه بعدی situated یعنی قرار گرفته. situated. The whiteboard خب
تخت سفید is situated قرار گرفته است between the two men بین این دوتا مرد قرار گرفته. واژه بعدی society یعنی جامعه. society جامعه. society expects people to be good and honest. society جامعه انتظار داره که مردم خوب و صادق باشن. Society expects people to be good and honest. Society جامعه انتظار داره که مردم خوب و صادق باشن. Standard استاندارد رو نمیگیم standard یعنی همون استاندارد فارسی. This older model TV is below our store's standards. این مدل تلویزیون قدیمی تر زیر استانداردهای فروشگاه ما هستش. This older model TV is below our store's standards. این تلویزیونی که اینجا هستش زیر استاندارد فروشگاه ما هستش. خیلی قدیمیه. واژه آخر suggest یعنی پیشنهاد دادن. He suggested that we go to see his boss. اون پیشنهاد کرد که بریم رئیسش رو ببینیم. He suggested that we go to see his boss. به همین راحتی suggest یعنی پیشنهاد دادن. اوکی. suggest دو تا ای هم داره. حواسمون باشه. suggest یعنی پیشنهاد دادن. خب رسیدیم پایان درس 26. بریم دوره درس 25 هم بگیم. من فارسی میگم شما انگلیسیشو بگید. ارتباط و نسبت دادن. associate. محیط زیست. environment کارخانه factory ویژگی feature نمونه instance درگیر چیزی شدن شرکت کردن involve دارو medicine ترکیب mix سازماندهی کردن organize دوره یا ختم کلام و سلام period دارای جمعیت کردن سکونت دادن populate تولید کردن produce بازه دامنه range شناختن recognize معمول regular علامت sign نوک تیپ سنت و رسم tradition
آشغال trash. عریض wide. خب اینم پایان درس 26 با دوره درس 25. درس 27 Unit 27 کلمه اول actually. در واقع بابایم کمی پست و بد به نظر میرسه ولی در واقع آدم مهربونیه. این مین یعنی بد جنس. پست. اوکی. My dad looks a little mean but actually اما در واقع is very kind. خیلی مهربونه. اوکی. کلمه بعدی bite. یعنی چی؟ یعنی گاز زدن. گاز زدن. The boy took a big bite out of his hamburger. بچه اینجا هم بایت اگه ورب باشه میشه گاز زدن، اگه نون باشه میشه گاز. حالا داره میگه اینجا که یه گاز بزرگ از این همبرگرش زد. یه گاز بزرگ از چی؟ از همبرگرش زد. حواستون باشه که گذشته این بایت میشه بیت. تلفظش رو دقت کنید. بایت بیت. اینجا میگه که the boy took a big bite out of his hamburger. از همبرگرش چی؟ یه گاز بزرگ ورداشت. کلمه بعدی coast هستش. coast یعنی ساحل. به جاش از شور هم میتونیم استفاده کنیم. شور هم میشه ساحل، همچین چیزی. مثالش میگه I stayed on the southern coast of Australia. ما در ساحل جنوبی استرالیا اقامت کردیم. موندیم. ما در ساحل جنوبی استرالیا اقامت کردیم. ساکن شدیم. I stayed on the southern coast of Australia. ما در ساحل جنوبی استرالیا اقامت کردیم. واژه بعدی واژه دیل هستش، یعنی معامله. دیل یعنی معامله. DEAL. مثالش میگه من با شرکت دیگه توافق کردم تا مقداری پول به ما بدن. I made a deal. من یه توافق کردم with the other company. با یه شرکت دیگه to give us some money. که به ما یه مقداری پول بدن. I made a deal with the other company to give us some money. واژه بعدی واژه desert هستش، یعنی بیابان. desert یعنی چی؟ یعنی بیابان. Not many plants grow in the desert. تعداد زیادی گیاه توی بیابان نمی رویند. در بیابان گیاه چندانی نمی رویه. grow یعنی چی؟ یعنی رویدن. desert یعنی چی؟ بیابان. پلنت یعنی چی؟ یعنی گیاه. واژه بعدی واژه چیه؟ زمین لرزه. earthquake یعنی زمین لرزه. مثالش چی میگه؟ در حین زمین لرزه ساختمان میلرزید. The building shook. لرزید گذشته شکه. During the earthquake. در طول چی؟ earthquake این ساختمان ما میلرزید. شوک لرزید گذشته شک. بریم سراغ کلمه بعدی effective adjective یعنی مؤثر. شنا کردن روش مؤثری برای سالم ماندنه. Swimming is an effective way to stay healthy. Swimming is an effective way to stay healthy. شنا کردن روش مؤثری برای سالم ماندن است. واژه بعدی واژه examine هستش.
examine نه examine 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 The doctor examined my eyes today. دکتر چشمهای منو امروز examined کرد، معاینه کرد. examine معاینه کردن. حواستون باشه یه معنی دیگه هم داره، به معنای چی؟ بررسی کردن. پس examine هم میشه بررسی کردن، هم میشه معاینه کردن. حواستون باید باشه، به معنای بررسی کردن هستش یا به معنای معاینه کردن. examine The doctor examined my eyes today. واژه بعدی واژه false هستش، یعنی غلط. false If you think the answer is false, press the red button. اگه فکر میکنی جواب غلطه، دکمه قرمز رو فشار بده. واژه بعدی gift یعنی هدیه. Dave دریافت کرد many gifts هدیه های زیادی for برای کریسمس. این تیش تلفظ نمیشه. Christmas They've received many gifts for Christmas. بریم سراغ واژه بعدی. hunger یعنی گرسنگی. واژه hungry رو بلدیم دیگه. hungry یعنی گرسنه. حالا hunger یعنی گرسنگی اسمشه. After playing all day long, he was filled with hunger. بعد از اینکه تمام روز بازی کرده بود، اون خیلی گرسنه‌اش بود. After playing all day long, he was filled with hunger. بریم واژه بعدی. Imagine یعنی چی؟ تصور کردن. Sally imagined herself winning lots of money. سالی تصور کرد خودش رو که مقدار زیادی پول میبره، برنده میشه. واژه بعدی واژه journey هستش. journey یعنی چی؟ یعنی مسافرت طولانی. مسافرت طولانی. I went on a journey across the country with my parents. با کی؟ با والدینم به یه سفری در سراسر کشور رفتم. I went on a journey. به حرف اضافهش دقت کنید، حرف اضافهش on هستش. I went on a journey across the country with my parents. واژه بعدی واژه پازل هستش، یعنی معما. یعنی چی؟ یعنی معما. The question was a puzzle to him. سوال برای او مثل یک معما بود. خیلی آسونه. Quite تا حد خیلی زیادی. Quite تا حد خیلی زیادی. I think typing on a keyboard is quite easy. I think typing on a keyboard is quite easy. من فکر میکنم تایپ با کیبورد خیلی راحته. I think typing on a keyboard is quite easy. واژه بعدی واژه rather هستش. rather یعنی چی؟ یعنی ترجیح دادن. اوکی؟ معمولاً با would هم استفاده میشه. would rather. اینجا با would استفاده شده به معنای ترجیح دادنه. I would rather have the red one than the blue one. من ترجیح میدم که اون قرمزه رو داشته باشم تا اون آبیه. I would rather من ترجیح میدم فعل ساده have the red one than تا اینکه the blue one اون آبیه رو داشته باشم. واژه بعدی specific یعنی معین و مشخص. مثلا اینجا specific place یعنی مکان مشخص و معلوم.
Please choose a specific place on the map. خواهش میکنم روی نقشه جای مشخص و معینی رو انتخاب کن، چوز کن. واژه بعدی واژه تور هستش که همون تور گردشگری فارسی میشه. تیک تور یعنی چی؟ یعنی تور گرفتن و خریدن برای رفتن به مسافرت. I took من گرفتم a tour of Asia and Europe یه تور آسیا و اروپا رو گرفتم. واژه بعدی تریپ هستش، سفر. Ken took a trip. take a trip که اینجا گذشتش اومده یعنی چی؟ یعنی سفری انجام دادن. دارم میگه که Ken took a trip to the city yesterday. Ken دیروز سفری به شهر کرد. Ken took a trip to the city yesterday. و اما واژه آخر value، بلدید ارزش. متیو گنجی با ارزش بالا پیدا کرد. متیو found گذشته find هستش. a treasure یه گنجی of very high value یه گنجی با ارزش خیلی بالا. high value یعنی ارزش خیلی بالا. very high value خیلی خیلی بالا، ارزشش خیلی خیلی بالاست. خب این درس هم تموم شد. بریم سراغ دوره درس 26. من فارسی میگم، شما انگلیسی بگید. نصیحت advice در امتداد along. توجه attention جذب کردن attract. بالا رفتن climb. انداختن drop. نهایی final. دورتر و دیرتر further. به صورت ضمنی یه چیزی رو، منظوری رو رسوندن imply. حفظ کردن و نگهداری کردن maintain. نه این نه اون neither یا neither. اوکی، neither امریکنه، neither بریتیشه. در غیر این صورت otherwise فیزیکی و جسمی physical ثابت کردن prove واکنش نشان دادن react راندن ride اینجا به معنی سوار شدنم هستش. واقع شده situated جامعه society. استاندارد standard پیشنهاد دادن suggest. خب اینم دوره درس 26. بعد باید بریم سراغ درس 28. Unit 28 درس 28. کتاب اول، کلمه اول band گروه. My brother is in a rock band. My brother is in a rock band. برادرم در یک گروه راک هستش. Barely یعنی به زحمت. I barely had enough money to pay for my bus ticket. من به زحمت پول کافی داشتم که هزینه بلیت اتوبوسم رو پرداخت کنم. I barely به زحمت. Boring کسل کننده. I think the internet is boring. من فکر میکنم که اینترنت کسل کننده است. Cancel لغو کردن. او به خاطر باران بقیه برنامه‌هاشو لغو کرد. She cancelled the rest of her plans because
of the rain. اون به خاطر بارون بقیه برنامه‌اشو کنسل کرد. She cancelled the rest of her plans because of the rain. واژه بعدی drive away هستش. drive away این جاده منتهی به خونه هستش. یه جاده کوچولو، یه مسیر کوچولو که به خونه راه داره و معمولا توی کشورهای خارجی دیده میشه. آن مسیر طولانی دم خانه ما، آن مسیر طولانی the long driveway led us، ما رو برد to their new house، به خانه جدیدشون. آن مسیر طولانی دم خانه ما رو به کجا برد؟ به خانه تازه آنها، به خانه جدید آنها برد، رسوند. واژه بعدی garbage. garbage یعنی آشغال. The boy پسر cleaned up تمیز کرد. The garbage around his house آشغالایی که اطراف خونش بودن. واژه بعدی واژه instrument هستش. آلت یا ابزار. instrument آلت یا ابزار. My favorite musical instrument is the piano. ساز مورد علاقه من پیانو هستش. My favorite musical instrument is the piano. ساز مورد علاقه من چیه؟ پیانو هستش. List همون لیسته. My mom makes a list of groceries to buy. مامانم یه فهرستی از خاروبارایی که برای خریدن تهیه میکند و چی؟ برام نوشت. My mom makes a list of groceries to buy. این گروسری هایی که باید بخرم و این خاروبارهایی که باید بخرم و مادرم لیستشون رو نوشت. واژه بعدی magic یعنی چی؟ یعنی جادو، شعبده بازی. The magician یعنی جادوگر یا شعبده باز used magic از جادو استفاده کرد to pull a rabbit که بیاره بیرون یه خرگوش رو out of his hat از کلاهش. چرا اینجا از out استفاده کردیم؟ مثلا به جای from از out استفاده کردیم چون اینجا داره یه چیزو خارج میکنه. به جای from از out استفاده کرده. واژه بعدی message هستش یعنی پیام. I left a message for you. من یه پیام برات گذاشتم. کجا؟ In the envelope داخل envelope داخل نامه. واژه بعدی واژه نوتیس هستش یعنی متوجه شدن، توجه کردن. Did you notice the view؟ به منظره توجه کردی؟ متوجه اون چشم انداز شدی؟ متوجه اون منظره شدی؟ واژه بعدی own هستش یعنی یه چیزی مالک بودن، مالک چیزی بودن. My grandfather پدر بزرگم owns that house مالک آن خانه است. owns that house O-W-N own یعنی مالک یه چیزی بودن. واژه بعدی predict یعنی پیش بینی کردن. She predicted that اون پیش بینی کرد که I would get married next year من سال دیگه ازدواج خواهم کرد. واژه بعدی professor یعنی استاد. Mike's science professor پروفسور درس ساینس مایک knows a lot about physics خیلی در مورد فیزیک میدونه. واژه بعدی rush هستش یعنی عجله کردن و به جای رفتن، با عجله به جای رفتن. Nancy rushed نانسی با عجله به جای رفت یا با عجله رفتش to finish her homework که بره homework های خودشو، تکالیف خودشو تمام کنه. پس راش با عجله رفتنه، با عجله ترک کردنه. واژه schedule تلفظ امریکن میشه schedule، تلفظ بریتیش میشه schedule. حواسمون باشه. What is your class
schedule for today. برنامه زمانی کلاست برای امروز چطوریه؟ زمانبندی کلاست برای امروز چگونه هستش؟ واژه بعدی share هستش، به اشتراک گذاشتن، وربه. Jimmy shared his apple with me. جیمی اپلشو با من شیر کرد، به اشتراک گذاشت. نمیگیم شیر غلطه، share. stage یعنی سکو، صحنه. A large screen was on the stage. روی سکو یه اسکرین، یه صفحه نمایش بزرگ، لارج بودش. storm طوفان. Did that storm wake you up last night? آیا آن طوفان دیشب شما رو از خواب بیدار کرد؟ دیشب آن طوفان بیدارت کرد شما رو، تو رو. within یعنی درون، داخل. within یعنی درون، داخل، حرف اضافه است. within the box درون باکس، درون جعبه. there was a pizza یه پیتزا بود داخل این جعبه. within the box داخل جعبه یه چی هستش؟ یه پیتزا هستش. پیتزا. اوکی. خب اینم پایان این درس 28. بریم سراغ دوره درس 27. actually در واقع. من فارسی میگم، شما انگلیسی بگید. در واقع میشه actually. گاز گرفتن، گاز زدن، یا حتی اسمش گاز میشه بایت، گذشتش هم میشه بیت. ساحل میشه چی؟ میشه کوست یا شور. معامله میشه چی؟ میشه دیل. بیابان میشه چی؟ دزرت. زمین لرزه earthquake. مؤثر effective. معاینه کردن یا بررسی کردن examine. غلط false. هدیه gift. گرسنگی hunger. تصور کردن imagine. سفر طولانی journey. پازل و معما puzzle. نسبتاً زیاد quite. would rather یعنی ترجیح دادن، بعدش هم فعل به صورت ساده میاد. specific یعنی چی؟ یعنی مشخص. specific place مکان مشخص. تور گردشگری میشه همون تور. سفر trip. ارزش value. خب اینم دوره درس 27. میریم برای درس 29. درس 29 Unit 29. واژه اول advertise. advertise advertise. advertise یعنی چی؟ یعنی تبلیغ کردن. یعنی چی؟ یعنی تبلیغ کردن. They used a rabbit to help them advertise their product. اونا از یه خرگوش استفاده کردن. They used a rabbit to help them که به اونا کمک کنه advertise تبلیغ کنن their product محصولشون رو. حالا اگه بخوام بگیم تبلیغ اسمش چی میشه؟ هم میتونید از advertising استفاده کنید، هم از advertisement. من این تایپرایتر هم بیارم. adver درست نوشتم. adver کپس لاک هم خاموش کنم. advertising.
و یا advertisement. از اینا برای آگهی و تبلیغات میتونید استفاده کنید. اسم هستن. بریم واژه بعدی assign. assign یعنی چی؟ یعنی یه چیزی رو به یک کسی سپردن، یه کاری و یه وظیفه‌ای. و مثلا اینجا میگه I assigned the worker an important task. من یه تسک مهمی رو an important task رو assign کردم به یه چی؟ به یه کارگری. سپردم. بهش گفتم این کار برو انجام بده. واژه بعدی audience هستش یا audience. میشه مخاطبان. مخاطبان میشه چی؟ audience یا audience. دوتاش درسته. مخاطبان، تماشاچیان، یه همچین چیزی. مثلا توی مثالش میگه there was a large audience at the game. تماشاچیان یا مخاطبان زیادی در محل بازی بودند. there was بودند a large audience مخاطبان یا تماشاگران زیادی کجا؟ at the game در بازی. واژه بعدی صبحانه میشه breakfast. breakfast نمیگیم break fest نه fast. مثالش میگه من هر صبح ساعت 8 صبحانه میخورم. I eat breakfast at 8 every morning. هر روز هر صبح ساعت 8 من صبحونه میخورم. بریم واژه بعدی competition. رقابت یا مسابقه. competition. رقابت یا چی؟ مسابقه. He won the running competition over the weekend. اون مسابقه دوی آخر هفته رو برد. won گذشته وین هستش. He won the running competition over the weekend. واژه بعدی واژه cool هستش. cool یعنی خنک و سرد. The weather is cool. هوا خنکه. در چه موقع؟ در پاییز. In the fall. In the fall در پاییز هوا خنکه. واژه gain. واژه بعدی واژه gain هستش. یعنی چی؟ یعنی به دست آوردند. I gained some weight over the summer. در طول تابستان over the summer. در طول تابستان من چاق شدم. وزن اضافه کردم. I gained some weight. واژه بعدی importance هستش. یعنی چی؟ اهمیت. Importance یعنی مهم، صفته. Importance noun. Importance noun. VIPs are people of great importance. VIP ها آدم های با اهمیت خیلی زیاد هستند. میگه که VIPs are people of great importance. VIP ها آدم های با اهمیت خیلی زیاد هستند. واژه بعد knowledge یعنی دانش. یک معلم موسیقی مثالش میگه a music teacher. یک معلم موسیقی باید دانش خیلی خوبی از موسیقی داشته باشه. should have good knowledge of music. یه معلم موسیقی باید نالج خوبی از میوزیک داشته باشه، دانش خوبی از میوزیک داشته باشه. واژه بعدی واژه major هستش. major میشه بزرگ، خطیر، مهم. I have a major problem. I have a major problem. My boss رئیسم wants me از من میخواد که چیکار کنم؟ این کلمه یعنی چی؟ خیلی آسونه. فرض کنید دو رو بلدید. دو یعنی انجام دادن. حالا یه RE که میشه redo قبلش بیارید، یعنی دوباره انجام دادن.
رئیسش ازش میخواد که پروژه رو دوباره انجام بده. داره میگه I have a major problem. میجور نه، میجر. من یه مشکل پرابلم میجر دارم. رئیسم از من میخواد که ریدو کنم، دوباره انجام بدم پروژه خودم رو. خیلی آسون. اوکی. یه نکته دیگه بچه، این میجر رو یه معنای دیگه هم داره. مثلا وقتی ازتون میپرسن که what is your major، میجر شما چیه، شما باید رشته تحصیلیتون رو بگید. اوکی. مثلا من مهندس برقم، مهندس کامپیوترم، هنر میخونم یا نمیدونم اقتصاد میخونم. پس میجر یه معناش میشه رشته اون دانشگاه، فیلدی که داری درس میخونید. یه معناش میشه مهم. اوکی. بریم سراغ کلمه بعدی، صفحه آخره. خب واژه بعدی مین هستش. مین به معنای بدجنسه. My coworker is a very mean person. همکارم یه فرد بدجنسه، آدم پست یا بده. He gets angry، اون عصبانی میشه. Very quickly، خیلی سریع عصبانی میشه. حواستون باشه این مین توی ریاضیات به عنوان میانگین در نظر گرفته میشه. یعنی این معنای دیگه هم داره. یعنی داخل ریاضیات مثلا میگن مین اینو حساب کن. میدونیم که مثلا چند تا عدد اگه داشته باشیم، جمعشون تقسیم بر تعدادشون این 3 هستش، میشه چی؟ میانگینشون. مین به معنای میانگین هم هست. واژه بعدی prefer نه prefer. prefer نه prefer. یه کلمه دیگه هم خونده بودیم، would rather به معنای ترجیح دادن. اونم بلدیم دیگه، would rather. would rather هم مثل prefer به معنای ترجیح دادن میاد، ولی بعد would rather ما فعل ساده میاریم، یعنی بدون to، بدون ing. کم سخته با این نوشتن. ولی بعد prefer فعلمون با to میاد. نیا کنید I prefer to take the path that will lead me to a bright future. من ترجیح میدم راهی رو انتخاب کنم، پسی رو انتخاب کنم، راهی رو انتخاب کنم که من رو به یه آینده درخشان میبره، به یه bright future میبره. lead me من رو هدایت میکنه، من رو میبره به کجا؟ به یه bright future. خب اینم از prefer. واژه بعدی president یعنی رئیس جمهور. آسونه دیگه. The president of our country، رئیس جمهور کشور ما، made an important announcement، یه اعلامیه خیلی مهم رو گفتش. واژه بعدی واژه پیشرفت هستش. progress یعنی چی؟ یعنی پیشرفت. progress نگید، progress اینا رو بخش کنید، راحت تر حفظ میکنید. progress. Our company شرکت ما، our company made financial progress this year. یعنی چی؟ شرکت ما امسال پیشرفت مالی داشت. شرکت ما our company made financial progress this year. امسال پیشرفت مالی داشت. respect نه respect. respect اینجا یه نونه. I have great respect for firemen. من برای آتش نشانها احترام زیادی قائلم. respect معانی زیادی داره، یکی از اونا احترامه. respect I have great respect for firemen. برای آتش نشانها من چی دارم؟ یه great respect دارم، یه احترام زیادی قائلم. واژه بعدی rich یعنی پولدار. صفت he's rich، اون پولداره. he can buy anything he wants، هر چی که بخواد میتونه بخره.
reach R-I-C-H. واژه بعدی یه نون اسم سکیل مهارت. snowboarder یه کسی که اسکیت سواری میکنه با اسنوبورد باید must have the right skills to do well. باید چی داشته باشه؟ باید اون مهارت های مناسب رو داشته باشه که تا خوب عمل کنه. must have the right skills مهارت های مناسب رو داشته باشه که to do well کنه، که عمل کنه به خوبی. واژه بعدی somehow هستش، یعنی به نحوی. adverb he somehow اون به نحوی had to find باید پیدا میکرد a way یه راهی to reach که برسه the life این کلمه چیزش چی میشه؟ تلفظش چی میشه؟ preserver یعنی چی؟ یعنی نجات دهنده. حالا life preserver یعنی جلیقه نجات. میگه که اون باید به نحوی he somehow باید پیدا میکردی راهی had to find a way to reach که برسه به چی؟ the life preserver به جلیقه نجات. بریم کلمه بعدی strength یعنی قدرت. نونه strength نونه اسم. exercising will increase your strength and give you more power. ورزش کردن نیروی شما رو افزایش میده و قدرت بیشتری به شما میده. exercising will increase your strength and give you more power. واژه بعدی vote یعنی رأی دادن. I voted من رأی دادم for Billy برای بیلی to be our class president که چی ما باشه؟ رئیس کلاسمان باشه. خب اینم آسون بود. بریم سراغ دوره درس 28. من فارسی میگم، شما انگلیسیشو بگید. گروه، بند، به زحمت، barely، کسل کننده، boring، کنسل کردن، cancel، راه کوچک جلوی خانه، driveway، آشغال، garbage، واژه ترش هم براش بلدیم. ابزار آلت، instrument، لیست، جادو، magic، پیام، message، توجه کردن، notice، مالک و دارا بودن، own، predict پیش بینی کردن، پروفسور، با عجله به جای رفتن، rush، زمان بندی، تلفظ امریکن schedule، تلفظ بریتیش schedule، اشتراک گذاشتن share، سکو یا پلتفرم stage، طوفان storm، درون within. خب به پایان این درس رسیدیم و بریم برای درس آخر، درس 30. Unit 30 درس 30. واژه اول حرف اضافه است above یعنی بالای. He straightened the sign that he was above the crowd. اون صافش کرد علامتی رو که بالای سر جمعیت بود. Above the crowd بالای سر جمعیت. واژه بعدی واژه ahead هستش. ahead یعنی جلوی. اینم حرف اینم قیده. ماشین آبی جلوتر از ما میروند. گذشته drive میشه drove. The blue car drove on ahead of us.
میگه که اون ماشین آبیه جلوتر از ما داشت رانندگی میکرد، درایو میکرد، که گذشتهش میشه درو. واژه بعدی واژه amount هستش، یعنی مقداره. Can I use my card to pay for the entire amount؟ میتونم از کارتم برای پرداخت کل مبلغ استفاده کنم. Can I use my card؟ میتونم از کارتم استفاده کنم که پرداخت کنم. برای چی؟ برای کل مقدار، برای پرداخت کل مبلغ. For the entire amount. واژه بعدی واژه belief هستش، یعنی باور و اعتقاد. belief فعلش believe، اسمش beliefه. اوکی. یک مبلغ مذهبی یا یک کشیش باید اعتقادی قوی به خدا داشته باشه. strong belief یعنی چی؟ اعتقادی قوی. preacher یعنی مبلغ مذهبی. priest یعنی کشیش. A preacher or priest should have a strong belief in God. واژه بعدی واژه center هستش، یعنی مرکز. مرکز صفحه دارت مهمترین نقطه هستش. The center of a dartboard is the most important spot. spot یعنی نقطه یا مکان. dartboard یعنی بورد دارت، تخته برد، و سنتر هم که مرکز. واژه بعدی common هستش، یعنی متداول. It is common for snow to fall in the winter. متداوله که در زمستان برف بباره. common متداول، معموله. واژه بعدی واژه cost هستش، یعنی هزینه داشتن. این کفشایی که توسط یک طراح معروف طراحی شده از کفشای عادی بیشتر هزینه داره. regular ones یعنی کفشای عادی. cost هزینه داشتن. These designer shoes این کفشایی که توسط یک طراح معروف طراحی شده هزینه داره. cost more than بیشتر از چی؟ این کفشای معمولی. The regular ones. واژه بعدی demonstrate یعنی نشان دادن، با اثبات. یه چیزی رو با اثبات نشان بدی. She demonstrated her plan to her coworkers. اون اومد شرح داد پلنش رو برای همکارانش. توضیح داد، اثبات کرد، نشون داد پلنش رو برای همکارانش. با چی؟ با اثبات و کلی تبصره و توضیحاتی که قانعشون کنه. اوکی. با توضیحاتی که قانع کنی طرفون میشه چی؟ میشه demonstrate. واژه بعدی different یعنی متفاوت یا مختلف. هر کدوم از خواهرام each of my sisters نسبت به دیگری مدل موی متفاوتی داره. has a different hairstyle from one another. different hairstyle استایل موی متفاوت. evidence یعنی ظاهر. evidence یعنی ظاهر. he used the pictures اون از تصاویر به عنوان چی استفاده کرد؟ از به عنوان evidence، به عنوان مدرک استفاده کرد که that UFO ها موجودات فضایی are real واقعی هستند. یه بار دیگه میخونم. He used the picture as evidence that UFOs are real. واژه بعدی واژه honesty صداقت. honesty اسم صفتش میشه honest. یک دادگاه باید مکان صداقت باشد. A courtroom should be a place of honesty. واژه بعدی واژه EDM هستش، یعنی اصطلاح EDM اصطلاح when pigs fly وقتی که خوک ها پرواز میکنن. پیگ یعنی خوک، فلای یعنی پرواز کردن. اصطلاح وقتی خوک ها پرواز میکنن یعنی یک چیز هرگز رخ نخواهد داد.
means that something will never happen رخ دادن، will never هم که آینده هستش و میگه هرگز اتفاق نخواهد افتاد. اگه بخوایم معادل فارسیش رو بگیم برای when pigs fly میشه وقت گل نی. وقت گل نی یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که هیچ وقت اتفاق نمیافته. واژه بعدی دوباره آسونه. independent یعنی مستقل، dependent یعنی وابسته، independent یعنی مستقل. She chose to live an independent life in the country. اون تصمیم گرفت در روستا زندگی مستقلی داشته باشد. She chose to live an independent life in the country. اون تصمیم گرفت که زندگی کنه در روستا، یه زندگی مستقلی در روستا داشته باشه. خب بریم کلمه بعدی. inside درونه، inside درونه، داخل جعبه، درون جعبه خالی بود. The inside of the box was empty. واژه بعدی master یعنی استاد. My brother is a master of چی؟ تکواندو. برادرم استاد تکواندو هستش. My brother is a master of taekwondo. taekwondo. واژه بعدی memory یعنی حافظه. خاطره من، حالا میشه حافظه، خاطره هم میشه. خاطره من از اولین باری که شهر بودم همیشه بهترین خاطره ام خواهد بود. پس مموری همیشه خاطره، همیشه حافظه. The memory of my first time in the city will always be the best. Will always be the best همیشه بهترین خواهد بود. از چی؟ از اولین باری که من شهر رو دیدم. برای first timeی که من شهر رو دیدم، خاطره اولین دیدارم از شهر. واژه بعدی proper یعنی درست و مناسب. proper. It is not proper to throw your garbage on the road. میگه که صحیح نیستش که proper نیست. proper میگه که proper نیست که تو این آشغالتو بندازی توی چی؟ خیابون. scan یعنی بررسی کردن، با دیدن. نگاه کنید با چشم اگه شما یه چیزی رو بررسی کنید میشه واژه اسکن. You must scan each person closely یعنی باید با دقت هر شخصی رو بررسی کنید. You must scan each person closely. closely یعنی با دقت و با ظرافت، از نزدیک. واژه بعدی section هستش یعنی بخش سبزرنگ نمودار مهمترین قسمت اونه. The green section of the graph. graph یعنی نمودار یا نمودار هندسی، ترجمهش این میشه نمودار هندسی. چارت هم داریم. واژه چارت هم به معنای نموداره، ولی وقتی که ما یه نمودار هندسی داریم مثل این که دایره هستش میگیم graph. The green section of the graph اون قسمت سبزرنگ نمودار is the most important part مهمترین بخششه. واژه بعدی surface هستش یعنی سطح ما خیلی ناهمواره. The surface of the moon is very rough یعنی چی؟ ناهموار. rough یعنی چی؟ یعنی ناهموار. خب اینم درس 30 بود و دیگه کتاب اول تموم شد. بعدش دیگه چیزی نداره. کتاب اول تموم شد. بریم درس 29 رو یه دوره بکنیم. فارسی میگم، شما انگلیسی بگید. تبلیغ کردن advertise. واگذاری کردن assign. مخاطبان audience. صبحانه breakfast. رقابت competition. سرد cool. به دست آوردن gain. اهمیت importance. دانش knowledge. رشته تحصیلی یا مهم major. میانگین یا خسیس یا بدجنس mean.
میانگین و یا بدجنس، نه خسیس. مین ترجیح دادن، prefer یا would rather. رئیس جمهور president. پیشرفت progress. احترام respect نه respect. ثروتمند rich. مهارت skill. به نحوی somehow. قدرت strength. رأی دادن vote. خب رسیدیم به پایان درس 30. فعلا تا آموزش‌های بعدی، خدا نگهدار.